أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. سوره انعام آیت 111. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، ما و شما در جزء 8 الحمدلله رسیدیم. الله متعال آنچه که ما و شما میخوانیم و ترجمه میکنیم و تفسیر میکنیم و میخوایم عقیده توحیدی درست حاصل بکنیم و فکر خدا و اعتقاد خدا مطابق قرآن عظیم الشان و احادیث و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردانیم. الله متعال همه اعمال ما و شما را وقتی که برای قرآن میتیم منظور و مقبول بارگاه خود بگردانه و برای ما و شما توفیق بیشتر برای فهم قرآن و قرآن شناسی نصیب بکنه. در جزء 8 که از ادامه سوره الانعام است که ما و شما سوره الانعام به 3 بخش تقسیم کرده بودیم که در بخش اول و دوم اقسام مختلف توحید و یگانگی الله سبحانه و تعالی بیان شد که اقامه نظام خلافت الهی در زمین الله بدون توحید و تطبیق اقسام مختلف توحید امکان پذیر نیست. در بحث دوم ما و شما در بحث دومش 4 نقطه را خواندیم که اول امر به متابعت از وحی بود و ایراز از مشرکان و دومش نهی از دشنام دادن معبودای دیگر بود و سومش شرط مشرکا بود در که برایشان معجزات داده شوند. این 3 شرط ما و شما در اونجا خواندیم. آل 4می نقطه که هست این بیان میشه بیان حقیقت ای که مشرکا ولو که معجزات هم برشان به بازم اونا حق قبول نمیکنن و ما و شما در آیت 111 سوره الانعام رسیدیم. ولو اننا، الله متعال میگه ولو اننا، و اگر ما نازل میکردیم الیهم بر از اینا، یعنی مشرکین چی میکردن که اگر معجزات هم میخواستن و اگر برشان معجزات هم بیایه، الله متعال میگه کسی که حق قبول نمیکنه برش صدها معجزه را بیاری قبول نمیکنه. الله متعال میگه ولو اننا، و اگر ما با قدرت و عظمت خود نازل میکردیم الیهم بر از اینا ملائکه را میبودیم که ملائکه با مچهره اصلیش میامد در مقابل از اینا و کلمهم الموتى، و امرایشان حتی مرده ها سخن میگفت و حشرنا علیهم کل شیء قبلا، و هر چیز را قبلا حشر میکردیم، کسایی که مرده بود یا دوباره زنده میکردیم پیششان میبودیم. ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله، اینا ایمان نمیوردن مگر آنچه که الله خواسته باشه. الله کس را هدایت بکنه با امی دلایل که برشان بیان میشه در قرآن و سنت قناعت میکنه و او کسایی که به این دلایل قناعت نمیکنه اگر برشان هر چیز بیاری قبول نمیکنه. ولکن اکثرهم یجهلون، لکن اکثریت از اینا مبتلا به جهل خود هستند. 5مین نقطه بیان این که هر پیغمبر دشمنی از شیطانهای انس و جن می داشته باشند. هر پیغمبری دشمنهای از هر پیغمبر دشمنهای از انسانها و جنها می داشته باشند. اینال الله متعال میگه و کذالک، و همشان جعلنا گردانیدیم لکل نبی، برای هر نبی. 5مین نقطه چی است؟ بیان این که هر پیامبر دشمنی از شیطانهای انس و جن می داشته باشند. و کذالک، و همشان جعلنا گردانیدیم لکل نبی، برای هر نبی، برای هر پیغمبر عدوا، دشمنایی که این دشمنای پیغمبرها کی هستند؟ شیطانهایی هستند که این شیطانها انسی و جنی هست. شیاطین الانس و الجن. بعضی اوقات شیطان در لباس انسان می باشه، بسیار شیطانهای انسانی هست و بعضی شیطانهای جنی هست. جنیات هم مخلوقات الله هستن، مسلمان و کافر دارن
و انسان ها هم مخلوقات الله هستن. چی دارن؟ مؤمن و کافر دارن. اینا کافرای انسانی و کافرای جنی اینا شیطان ها را تشکیل میدن که اینا دشمنای توحید هستن و در مقابل با پیغمبرها قرار میگیرن. یعنی الله متعال بر ما و شما چی را معرفی میکنه؟ دشمنای توحید معرفی میکنه. کی هستن؟ شیطان های انسانی و شیطان های جنی. اینا چی وظیفه دارن؟ یوحی بعضهم الی بعض، وسوسه میکنه بعضشان به بعض دیگهشان. زخرف القول، سخنهای مزخرف و بیهوده را. غرورن که اینا را در غرور میاندازه، در تکبر میاندازه. ولو شاء ربک ما فعلوه، اگر الله میخواستید نمیتونستن، چون مخلوقات هستن، تسلیم هستن. لکن الله متعال در احکام تشریعی خود برای انسانها چی داده؟ برای انسانها اختیار داده، اراده داده. امی اختیاری که برای از اینا داده است، از این خاطر الله متعال به خاطر امتحانات برای از اینا داده است. اگر الله مثل احکام تکوینی شوره اجباری می ساخت احکام خدا و هیچ کس خودش شور دادن نمیتونست، کلگی تسلیم بود. حالا برای آفتاب کلگی تسلیم از کلگی، نمی آفتاب چه وقت طلوع میکنه چه وقت غروب میکنه، کلگی مجبور است تقسیم اوقات خدا مطابق حکم الله بسازه. در روی اختیار کس نداره، در مرگ کس اختیار نداره. مجرد که روز که سرش مرگ به میمره، هر قدر مالدار و پولدار و هر قدر در تکنولوژی و طبی گپا پیشرفت، مجرد که الله برش تعیین کرده که در این لحظه بمره میمره. اما مسئله احکام تشریعی الله کسی اختیاری هست. از این خاطر الله متعال میگه که اگر الله میخواست این کار نمیکردن، فذرهم، برای اینا اختیار داده شده بگذارشان و ما یفترون و هر چیزی که اینا افترا میکنن. ولتصغى الیه افئده الذین لا یؤمنون بالآخره، اینا لکی به باز گوش میگیره و علاقمند میشه کسایی که در قلبهایشان به الله و به آخرت ایمان نداره. ولیرضوه، باز بمی سخنهای یا وساوس شیطانی اینا راضی میشن. ولیقترفوا، تا که اینا چیشان مرتکب شوند بمی گناه ها. ما هم مقترفون، آنچه که اینا مبتلا میشوند. ششم، هیچ وقت حکم غیر الله را قبول مکن. بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میفهمانه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از اینا بفهمان که ما بنده مکلف هستم، رسول الله هستم، حکم مخصوص الله هست. ما حکم به دست من نیست، ما آنچه که حکم الله هست تبلیغ میکنم و تطبیق میکنم. ای که شما میگین که احکام دیگه من نمیتونم قبول کرده، افغیر الله ابتغی حکما، آیا ما حکم و فیصله کننده بغیر از الله این مخلوقات دیگه قرار بدم، مخلوقات قرار بدم بغیر از الله که رب العالمین است؟ و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، الله ذاتی هست که کتاب مفصل با تفصیل بر شما نازل کرده. والذین آتیناهم الکتاب یعلمون، الله متعال میگه که ای رسول الله صلی الله علیه وسلم، کسایی که برشان قبلا کتاب‌های آسمانی داده شدن، یعلمون، یا خوب میفهمند که اینمی قرآن هم منزل من ربک، امی هم از جانب الله نازل شده، بالحق و به حق نازل شده. فلا تکونن من الممترین، در قسمت هیچ شک نداشته باش. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، و کلام رب تو با صدق و عدالت تکمیل شده. لا مبدل لکلماتی، کس کلمات و اوامر و احکام الله را تبدیل کردن نمیتونه. و هو السمیع العلیم، الله بسیار شنونده و بسیار عالم هست. هفتم، اطاعت از اکثریت سبب گمراهی میشه. الله متعال میگه که شما این قاعده که دموکرات‌ها و بیدینا پیدا کردن که اکثریت هست، این اطاعت از اکثریت این دلیل حقانیت نیست. به این خاطر اکثرا بیدین می باشن، اکثرا گمراه می باشن. پس اگر تعداد مؤمنین و موحدین کم باشه اینا باید از اکثریت؟ نه خیر. و این تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، الله متعال میگه اگر از اکثریت مردم زمین اطاعت بکنی تو را به بیراهه میکشانند، تو را از راه الله دور میسازن. چرا؟ این یتبعون الا الظن، اکثرا اینا که هستن به مو تخمین ها و خیالاتی که دارن به مو چی میکنن؟ متابعت میکنن. و این هم الا یخرسون، و اینا نیستن مگر سخنهای دروغ میگن. شما اگر اکثریت مردم مثلا کنین، بعضی کسا هستن مثلا
داروین چی هست؟ داروین یک پیش خود یک خیال کرده بعضی از صفات که مثلا شادی داره این مشابه با صفات انسان دیده، میگه او اصل انسان از شادی هست. یک خیال، یک گمان. اگر بگویم بعضی صفات بین انسان و گوسفند هم هست. گوسفند مثلا هم میخوره، انسان هم میخوره. گوسفند هم خواب میکنه، انسان هم خواب میکنه. گوسفندها هم توالد و تکاثر و تناسل داره، انسان ها هم دارن. پس بعضی صفت هایی که دارن با اینا میشن اینار شادی که است با شعور حیوانی زندگی میکنن. شما یک شادی رو بیارید در یک جای هر قدر ترویج بکنید بازم شادی حیوان هست. اما وقتی انسان رو میبینید، انسان دارای صفات خاص خود، دارای عقل، دارای قوه فکری است که میتونه مثلا بسیاری چیزا. این حال مثلا داروینیسم به می اساس چی است؟ به اساس خیالات است. الله متعال میگه اینا اکثریت از اینا قوانینشان به اساس خیالات است. اهمیت قانونی مارکس وقتی که قانون را ساخت که کل چیز به اقتصاد تعلق میگیره و کل بدبختی انسان ها مشکل اقتصادی هست. اما حال امروز بسیاری کشورهای اروپایی و امریکایی بسیار اقتصاد قوی دارن لکن آرام و راحت نیستن. پس این قانونش به اساس چی است؟ به اساس خیال هست. بعضی مثلا از اروپایی ها خیستن گفتن که والا اگر ما نظام کپیتالیستی داشته باشیم و قدرت برای افراد بتیم و آزاد بگذاریم میشن، این باز انسان ها راحت هستن. اما این خیالی هم از یک خیالی قانون بود که وقتی قانون را تطبیق کردن امروز اکثریتی که خانه هایشان ورشکسته هست، امراض خطرناک مثل HIV و ایدز دیگه مرض ها که هست، مثلا خودکشی ها و جنجال ها در بین از اینا هست. آیا میتونه مثلا مالکیت فردی خوشبختی رو برای انسان بیارن؟ برهان الله متعال میگه که اینا اکثرا قوانینشان چی است؟ خیال بافی هست که وقتی رو تطبیق میکنن یک وقت خودشان به این نتیجه میرسن که والا همین قانونی که ما ساختیم قانون ما غلط است، نادرست است. و امروز مثل که کمونیستا خودشان کمونیسم سقوط دادن. کمونیسم دیگران سقوط دادن، خود کمونیستا خیستن مجسمه لنین شکستاندن و گفتن دیگه این نظام اندیشی کمونیستی قابل تطبیق نیست، چیز خیالی هست. و به این شکل در نظام کپیتالیستی امروز هم مردم میگه که این نظام که از فعلا این نظام دموکراسی، نظام دیکتاتوری خطرناک است که تمام وحشت به نام فقط اصطلاحات زبانیشان که حقوق انسان است، حقوق بشر است، حقوق طفل است، مساوات است، برابر، کلش دروغ های است که اینا چی دارن؟ با خیالات خود دروغ پردازی میکنن. و شما سعی کنید که به چی اندازه همون کشور که خدا بسیار طرفدار دموکراسی و گپا میگیره که امریکا هست، اروپا هست، سر سختانه ببینید که انگلیس هم، اروپا هم و انگلیس هم هست و امریکا هم هست و مثلا فرانسه هم هست. فرانسه که زادگاه دموکراسی و آزادی و گپا خود میگیره که ما حقوق بشر و فلان و فلان، لکن سعی کنید که امینا میاین با امرای صهیونیست‌ها در صهیونیست‌های اسرائیل اینا چی میکنن؟ چقدر اطفال و چقدر چیزا رو میکشن که کل از اینا داغ ننگ روی سیایی در چهره از اینا هست. و برای بشریت چی آوردن بغیر از قتل، کشتن، جنایت؟ و این جنایت هایی که اینا در فلسطین میکنن این به خودشان انتقال میکنن. بالاخره خودشان سبب چی میشه؟ بالاخره مؤمنا وقتی که بیدار میشن، موحدین بیدار میشن، بالاخره خود از اینا را و بالاخره همین قسم در قرآن است که تا وقتی که جند رحمان در مقابل لشکر شیطان جهاد نکنن و اینا را نابود نکنن و اینا را از سطح قدرت بلند نکنن، تا دور نکنن، تا او وقت انسان ها آرامش و راحت نمی داشته باشن. پس امنیت و اقتصاد امروز کل مردم به دو چیز تشنه هستن، امنیت نداریم، اقتصاد نداریم. الله متعال میگه فلیعبدوا رب هذا البیت، شما عبادت بکنین رب این بیت، این بیت الله را، این کعبه را، رب عزیز شما عبادت بکنین. فلیعبدوا رب هذا البیت الذي اطعمهم من جوع، اقتصاد، و آمنهم من خوف، امنیت. این دو چیز الله نصیبتان میکنه. و تا زمانی که شریعت الله در زمین الله تطبیق نشه، نه امنیت است و نه اقتصاد است. کلگی رو ببینیم سرگردان همین دو چیزا میپالن، هیچ نیست. ان ربک یقینا که رب تو هو اعلم من یدل عن سبیله، او خوب میفهمه کسایی که از راه از گمراه میشوند، و هو اعلم بالمهتدین، و الله کسایی را که هدایت شده اونا را هم میشناسه. هشتمی چیز حکم الله هست به خوردن آنچه در ذبح الله ذکر شده. این حکم تشریعی الله هست.
احکام تشریعی الله، مثلا در نظام اقتصادی الله متعال میگه فکلوا، شما بخورین، مما ذکر اسم الله علیه، از او حیواناتی که بر شما جایز گفته شده و بالای از او نام الله گرفته شده. این کنتم به آیاته مؤمنین، اگر شما با آیات الله واقعا مؤمن هستین. و ما لکم الا تأکلوا، و شما را چی شده که نمیخورین مما ذکر اسم الله علیه، که نام الله بالای از او ذکر شده؟ چرا گوشت گوسفند حلال یا گاو حلال یا مثلا شتر حلال یا بز حلال چرا نمیخورین؟ به خاطر از اینکه خدا با تقوا قرار میتین. این یک بدعت خطرناک هست. این یک بدعت خطرناک است که حلال حرام میکنن، به زور سر خود حلال حرام میکنه. کی کرده؟ پیر ما کرده، مرشد ما بر ما گفتن. الله میگه بخو، مرشد میگه نخو. پس اینجا ببینید که در مقابل حکم الله وقتی که حکم قرار، اینجا این شخص به چی تبدیل میشه؟ به طاغوت تبدیل میشه و پیروای طاغوت هستند. الله متعال میگه و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه، شما را چی شده که نمیخورین آن چیز را که نام الله بالای ذکر شده؟ و قد فصل لکم ما حرم علیکم، در حالی که تفصیلی بر شما بیان شد در آیات مختلف چیزی که سر شما حرام است. الا ما اضطررتم الیه، مگر در چیزی که شما اگر در حرام در حالت اضطرار و مجبوریت قرار میگیرین که مجبور میشین یک گوشت حرام رو به خاطر ازی بخورین که خدا از مرگ نجات بدین. و این کثیرا لیضلون باهوائهم، بسیاری کسا با اساس عمو خواسته های نفسی خود که قرآن درست نمیفهمن، سنت درست نمیفهمن، با اساس همین خواهشات و تقاضاهای نفسی غلط خود گمراه میشن، بغیر علم، بدون علم، با جهل. قرآن درست نمیفهمه، سنت درست نمیفهمه. از این خاطر ما اکثرا توصیه ما برای دوستایی است. همیشه دوستا سوال میکنن استاد من یک سوال دارم، فلانی شخص چطور شخص است، فلانی شخص چطور شخص است، فلانی حزب چطور است، فلانی گروپ چطور است، فلانی حزب چطور است. اینا ولی این سوالات هم میکنن، لکن جواب تمام از این سوالات چی هست؟ که شما زحمت بکشین برای فهم قرآن عظیم الشان و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقت بدین. وقتی که فکرتان و عقیدهتان به قرآن و سنت برابر بود، خود به خود میفهمی که اینی شخص باطل است، اینی شخص حق است. حالا اگه من یک شخص بر شما بگم که این خراب است، باز تو بری از اون شخص پرسان میکنی برابر بگه که این خراب است، گپ پذیر گوش نگی. حالا خب مبارزات ایدئولوژیک، حالا مبارزه جنگ های فکری، حالا مثلا اختلافات، فتنه ها بسیار زیاد است. این حالا هر کس که میره از یک شخص پرسان میکنن، اون شخص خودش غیر معصوم هست، اشتباهات داره. پس بالای ما و بالای دیگرها حاکم کی هست؟ ما عقل خود قرار ندیم، حاکم الله هست، حکم الله هست. اگر گپ من موافق قرآن و سنت بود، اهلا و سهلا. اگر دیدی که ما اشتباه کردیم، برای ما بگو که تو اینجا اشتباه کردی و از ما اطاعت نکن. و همین قسم دیگه کسایی که تو رو برای طرف دین دعوت میکنن، ببینی که او چی میگه. یک نفر ببینه که بسیار خدا عاجزه و نرم میگیره و گپ های میزنه که والا این چه قسمت شناس، اما وقتی که می قرآن مطالعه میکنی، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، قرآن قرائت میکنی و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوانی و عمل صحابه رو میبینی که اونا چی کردن، باز بعد از او برات معلوم میشه. از این خاطر فهم قرآن، سنت و سیرت، این سه عنصری هست که فکر انسان به صراط مستقیم برابر میسازن. در غیر از او هر کسی میخواد مثلا شما را گمراه بسازن. و این قسم بسیاری کساس والا از استاد فلانی پرسان کردن فلانی خراب است، از فلانی پرسان کردن فلانی خراب است. نه، حق آن چیزی است که در قرآن و سنت است و باطل در آن چیزی است که مخالف قرآن و سنت است. و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم علیکم. الله تفصیلی بیان کرده بر شما او چیزی که حرام کرده بالای شما. الا ما اضطررتم، مگر آنچه که شما درباره از او مجبور شدین الیه که او را بخورین. و این کثیرا، و بسیاری از مردم لیضلون، گمراه میشن به اهوائهم، به خواسته های نفسی خود. بسیاری جوانان چرا گمراه میشن؟ به خاطر ازی که فلانی عالم خوش دارم، از این خاطر کل گپ از او حق است. فلانی عالم بد میگه، کل گپای حق از او را قبول ندارم. نه خیر، خواسته های نفسی یک چیز است، پذیرفتن حق درست است. شما ببینید که قرآن کی درست تفسیر میکنن، ببینید احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم کی درست بیان میکنن، ببینید سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم کی درست بیان میکنن، از او اطاعت بکنین. وقتی که دیدی که یک نفر میخزه یک استدلال میکنه، استدلالش غلط است، دلایلش غلط است، دلایلش وقت دل میبینید ضد قرآن است،
یک وقت ما یک استاد داشتم صنف 9 در مدرسه، صنف 10 در مدرسه دارالعلوم بودم. استاد ما برای من قصه را شروع کرد که دو قصه خود میگفت که شما یک کسی بود، یک کسی برای او پول دادن، باز میگه او شخص دوست ولی الله بود و او ولی الله بردم و سکه ها پیسه را که برش داده بودم در 20 خلطه بود، در او پیسه ها بود و این رفت می دوست الله می کل پیسه را به پیسه دارا داد. از پیش پرسان کردن خود تو خود پیسه را گرفتی به پیسه دارا دادی؟ برای فقیران ما گفتیم بده. گفت که نه، برای کسی که الله داده ما میتم و برای کسی که الله نداده ما نمیتم. این قصه بود که بعضی یک استادم شنیدم. وقتی که میایم سوره یاسین آیات قرآن هم میخوانم که در سوره یاسین آیات قرآن ضد این قصه ازی میگه که این سخن مشرکین و کافرها و بیدینا هست که اما انا تعلم من لم یشاء الله، یعنی ما بر کس طعام بدیم که الله نخواست را طعام بده، در حالی که حکم الله این است که شما اغنیا امتحان بشین در مقابل فقرا. شما او را الله فقیر خلق کردن تا امتحان باشه برای کی؟ برای غنی، که تو غنی باید از مالت بر از او زکات بدی، صدقات بدی، صدقات جاریه بدی. این در حقیقت امتحان است برای تو. ما همونجا فهمیدیم که استاد ما قصهش مخالف قرآن هست، قصهش مخالف قرآن هست. خود به خودم آیت قرآن که خوانم خود به خود فهمیدیم که این قصه مخالف قرآن عظیم شان هست. الله متعال میگه که و بسیاری کسا به اساس خواسته های نفسی خود، خواهشات نفسی خود، تصمیم گیری های غلط خود، که تصمیم انسان که باید مطابق قرآن و سنت باشه. من یک چیزی را خوش دارم لیکن قرآن و سنت میگه خوب چیز نیست، پس باید خوشی را ترک بکنم. اینا بسیاری کسایی هستن که گمراه میشن به خواسته های نفسی خود بدون علم. ان ربک هو اعلم بالمعتدین. این الله میفهمه کسایی که تجاوزگر هستن، کسایی که خودش به دست خدا در فتنه ها داخل کردن. نهمین نکته، امر الله سبحانه و تعالی به ترک گناه های ظاهری و باطنی هست. یعنی الله متعال میگه که اگر شما گناه ها را ترک میکنین، گناه های مخفی و پوشیده و باطنی این را هم ترک بکنین و گناه های ظاهری را هم ترک بکنین. و ترک بکنین ظاهر الاسم، گناه های ظاهری، و باطنه و گناه های باطنی. ان الذين يكسبون الاسم، کسایی که گناه میکنن، سیجزون بما كانوا یقترفون، اینا جزا داده میشن به سبب آنچه که اینا عمل کردن. دهمین نقطه، نهی از خوردن آنچه که نام الله در او ذکر نشده هست. مثلا بعضی از چیزها هست، من یک روز دیدم که یک کسی در تلویزیون اومده میگه که در اینی آیت قرآن خو الله متعال گفته که شما فقط چیزایی که در اوست اینا نخورین. او یک آیت قرآن میگه. اما یک کسی مثلا یک حیوان کشت و در او اما تهدید کشش، نه الله گفت نه غیر الله گفت. او میگفت که وقتی حیوان نخورین که این حیوان بالایش اسم غیر الله گفته شده باشه. این در آیت قبلی که ما گذشت تشریح شد. حالا فقط امور دلیل گرفته و برای مردم. خب یک نفر یک حیوان کشت، هیچ نام کسی را نگرفت، از این میگه بخورین و برام اسلام گپ میزنه. و پسان باز معلوم شد که این مرتد است. اول در لباس مسلمان این مردم به این شکل دعوت میکرد. پسان باز فهمیدیم که ما از اول میفهمیم مرتد است، باز آل خودش آشکاران ارتداد خود بیان میکنه، کفر خود بیان میکنه. اما کسی که طرفدار حق است باید کل آیات رو در یک راستا ذکر بکنه. در یک آیت گفت که مثلا نخورین اون چیزی که بالایش نام غیر الله گرفته شده است. خب مثلا یک حیوان هست که نام غیر الله در او هیچ ذکر نشده، هیچ نام درش ذکر نشده، نه نام الله نه نام غیر الله. اینا او در آیات نیست، در آیات دیگه هست. پس کسی که میخواد سر یک مسئله بحث بکنه، کل آیاتی که در این راستا هست کلش باید یک جای جمع کنن، حکم بیان بکنن، و احادیثی که کل جای راستا هست کلش یک جای کردن به حکم بیان بکنن. اما این نیست که مثلا یک آیت گرفتی خلاص به اون حکم ترتیب شد. اینجا الله متعال میگه ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. صراحتا الله میگه که نخورین گوشت او حیوانی را که بالای از او در وقت ذبحش نام الله گرفته نشده. پس او حیوانی که بالایش نام غیر الله گرفته شده است او هم حرام است، مثل به نام بت‌ها و قبرها ذبح میکنن. و بعضی حیواناتی که هیچ نام الله را در او قصدن نگرفتن، اما تو کشتنش خلاص، در برق کشتن، در ماشین کشتن، مثلا در بسیاری شرکت ها کشته میشن، کت ماشین میکشن، خلاص هیچ چیز سرش ذکر نمیکنن. آیا ما این گوشت های که به شکل ماشین کشته میشه و در او نام الله را نمیگیره و قصاب نیست، خلاص هم تو ماشین کشته میره،
الله متعال میگه که لا تاکلوا نخورین. خب یک کسی میگه که در اونجا نشته هست سر از تیغش، اینجا الله متعال میگه ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، او گوشت را نخورین که در اون نام الله ذکر نشده. حالا نشته گفته یا لم یکتب خو نگفتم، مما لم یکتب. اینا اگر در ماشین نشته هم شده باشه الله اکبر باز هم درست نیست. باید کسی که ماشین چالان میکنه و کسی که کار میکنه او باید همون لحظه بگه الله اکبر. متوجه هستین؟ و انه لفسق، میگه این چی است؟ اینمی گوشت یا حیوانی که ذبح شده و نام الله بالای ذکر نشده، این فسق است، یعنی چیزی است که مخالف حکم الله است. الفسق علما چه قسم تفسیر میکنن؟ میگن الفسق و الخروج عن طاعت الله. فسق یعنی خارج شدن از چی است؟ از طاعت الله است. و ان الشیاطین و یقینا شیطان ها لیوحون الی اولیائهم، شیطان ها فتوا میتن وسوسه میکنن برای کی؟ برای اولیایشان. بخود لیجادلوکم تا کمرای شما جنجال بکنن که اینا اهل کتاب هستن. آیا در اروپا در امریکا کلشان اهل کتاب هستن؟ بعد از انقلاب فرانسه کلشان مرتد نشدن اکثریت؟ حال وقتی که در کلیسا میرن بغیر از 4 تا پیر و ضعیف و ریش سفید و پامانده دیگر ها هستن که اینا مثلا چی باشن؟ اینا اینجا الله متعال میگه که و ان الشیاطین، یقینا که شیطان ها لیوحون الی اولیائهم، برای اولیا و دوستای شیطان برای دوستای چی میکنه؟ وسوسه میکنه. برای دوستایش چی میکنه؟ برای دوستایش وسوسه میکنه و دوستایش چی میکنه؟ برشان فتواهای طاغوت، پیروای طاغوت، اما طاغوتای مطبوع برای جنا چی میدن؟ برشان فتوا میدن. یکی طاغوت پرست است، در زیر نظام دموکراسی زندگی میکنه. این عالمه که در خدمت از این طاغوت قرار داره، او طاغوت مطاع شد. عالمی که در خدمت از این قرار داره، این کدام طاغوت است؟ این طاغوت مطبوع هست. این چی میکنه؟ فتواهای موافق طاغوت مطاع میده و منفعت از اون. الله متعال میگه و این الشیاطین، این شیطان ها، این طواغیت مطبوع، لیوحون الی اولیائهم، بعد دیگه دوستای از اینا که پیرو از اینا هستن، دیگه دموکرات ها هستن، برای از اینا وسوسه میکنه و فتاوای طاغوتی برشان میده. بازیان چی میکنن؟ لیجادلوکم، تا که اینا باز بیان برای شما جدال بکنه، بحث بکنه که نه گپ شما غلط است، این فلانی عالم، فلانی عالم، فلانی عالم این تو گفت، اما خبر نداره که او عالم خودش طاغوت هست، چون فتاوا و سخنهایش ضد قرآن و ضد سنت هست. سرسختترین دشمن جهاد است، سرسختترین دشمن اقامه نظام الله و نظام خلافت اسلامی هست. این طاغوت ها همین قسم است. سرسخت دشمنیش با نظام الله هست، سرسختترین دشمن الله هست، سرسختترین دشمن توحید هست. اینال هر کسی که توحید بیان بکنه و هر کسی که طرفدار نظام تطبیق نظام الله و خلافت الله در زمین الله باشه، یا دشمنی به امر از میکنه. لیجادلوکم، الله میگه به خاطر که اینا باز شیطان ها برای اینا وسوسه میکنن، باز اینا چی میکنن؟ شیطان های جنی هم برشان وسوسه میکنن و شیطان های انسانی که طاغوت های مطبوع هست، اینا هم برای اینا فتوا پیدا میکنن. باز لیجادلوکم، اینا میگه برای شما مجادله میکنن. و این اطاعتموهم، الله متعال میگه اگر شما از اینا اطاعت کردین، از این شیطان های انسانی و جنی، از این طواغیت شما اطاعت کردین، چه طاغوت مطاع باشه به شکل قانونگذار و رئیس جمهور و رئیس حزب و رئیس فلانی، و چه هم طاغوت مطبوع باشه به شکل علمای درباری، و یا هم طاغوت چی باشه؟ طاغوت معبود باشه که مردم به عبادت خود و به این دعوت میکنن. اگر شما از اینا اطاعت کردید، انکم لمشرکون، باز شما هم مشرک میشین، در شرک مبتلا میشین. قرآن صراحتا همه چیز گفته. ما نیاز نداریم که مثلا بخیریم در این چیز زیادت بکنیم، فقط همین الفاظ قرآن عظیم شان مکلفیت ماست که به زبان دری، ساده، تاجیکی، دری، فارسی برای مردم بیان بکنیم. 11 نور ایمان با تاریکی کفر یکسان نیست. الله متعال میگه تاریکی کفر تاریکی است، ایمان نور روشنایی است. آیا این نور روشنایی ایمان با این تاریکی کفر مساوی هست؟ اما من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا. میگه یک شخص مرده بود، مرده به این معنا که هیچ از دین بیخبر بود،
این ما گرفتیم زنده ساختیم با چی؟ با نور ایمان. و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، برش نور دادیم که در بین مردم میره با ایمان. یعنی ما مثلا خودمون مرده واره بودیم، این چیزا نمیفهمیدیم. با قدرت الله سبحانه و تعالی الله توفیق کرد، الحمدلله الحمدلله، که معنای قرآن فهمیدیم. و میگه که آیا کسی که خودش مرده بود فاحییناه، رو زنده ساختیم و برش روشنی دادیم، یمشی به فی الناس، در بین مردم این میره، کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج، مثل کسی که هنوزم در تاریکی ها باقی مانده اما تو مرده واره هست. لیس بخارج منها، خدا از همین اعتقادات باطل شرکی خدا نکشیده، هنوزم مبتلا به این شرکیات است. قبر پرستی، انسان پرستی، پیر پرستی، مخلوق پرستی، رئیس جمهور پرستی، کابینه پرستی و وزیر پرستی و جنرال پرستی و کافر پرستی و مشرک پرستی، به گپ‌ها مبتلا هست. کذالک، همین قسم زوین للکافرین ما کانوا یعملون، بر کافرها امو آنچه که عمل میکنن برشان بسیار زینت داده شده، و بسیار خوب فکر میکنن که والا ما بسیار در راه درست هستیم. و دوازم نقطه، الله متعال میگه که این بزرگان شما همیشه بعضی کسا هستن که والا سردار ما، بزرگ ما، مشر ما، کلان ما. الله متعال میگه که این قسم کلان پرست نباشین، حق پرست باشین، موحد باشین. ببینید که حق در کجا هست. یک وقتی حق در زبان یک نوجوان می باشه، یک ریش سفید کلان است، کلان طاغوت است. شما میگید نه ریش سفید است و بسیار کلان است و سنش کلان است. نه، گپ سر سن نیست، گپ سر حق و باطل هست. از این خاطر الله متعال میگه و کذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها، میگه ما گردانیدیم در هر قریه بزرگانی از اینا، سردارای از اینا، مشرای از اینا، کلانای از اینا، بزرگای قومی از اینا، اعضای لوی جرگی از اینا، اعضای پارلمان از اینا. میگه این کلانهای از اینا مجرم ترین از اینا هستن. علمای طاغوتی ریش سفیدی که در خدمت دربارها قرار دارن، میگه یا کلان ترین مجرما لیمکروا فیها. وظیفه از اینا چی است؟ پلانسازی ضد موحدین، سخن گفتن ضد موحدین، تبلیغ کردن ضد موحدین، موقف گرفتن، قانون ساختن ضد شریعت الله، ضد حکم الله. و ما یمکرون الا بانفسهم، الله متعال میگه که اینا نه فریب میتن، نه دسیسه ساخته میتونن، نه چال کرده میتونن، مگر به انفسهم، نفس خود فریب میتن، بازی میتن، دیگر روز هلاک میشن، مردار از این دنیا میره. و ما یشعرون، و اینا حتی شعور حیوانی هم نداره. چرا؟ حتی حیوان به خیر خود میفهمه. حیوان یک وقتی که خلق خورده باشه میفهمه که آفتاب خوبش است، یک پشکک ما داشتیم سر میکنیم که خودش میره قرار در آفتاب خو میکرد، میفهمید که اینجا ای به منفعت است. شعورن وقتی که یک حیوان درنده یا سگ میبینه زود خود دور میکنه، گوشه خود میکنه، این شعور دارن. لکن انسان های بیدین امی شعور ندارن که اینی باطله که من روان هستم مرا به هلاکت میاندازن. 13 نقطه که است، بسیاری وقتها همین کلان ها چی میکنن؟ مخالفت با حق میکنن، مثل که کلان های قریش میکردن و حتی میگفتن برای ما هم باید مثل پیغمبر واره، برای ما هم پیغمبری داده شده. و اذ جاءتهم آیه قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول الله، وقتی که برای از اینا یک آیت، یک دلیل، آیت قرآن یا یک معجزه برای از اینا میه، باز میگه ما به ایمان نمیاریم تا که بالای خود ما مثل از این قسم ما هم قرآن نازل شود، سر ما هم معجزه باید بیه، مثل که پیغمبرای الله میه. برشان بگو که الله اعلم حیث یجعل رسالته، الله بسیار عالم است که رسالت خدا در کجا بگردن، با کدام شخص پیغمبری بده. نوح علیه السلام بده، هارون علیه السلام بده، موسی علیه السلام بده، عیسی علیه السلام بده، رسول الله صلی الله علیه و سلم بده. این کار الله هست و الله عالم است که کی رسول خود بگردن، نه به اختیار شما هست. سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله، کسانی که مجرم هستند و این قسم ادعاهای غلط میکنن، اینا میگه پیش الله بسیار صغیر و ذلیل میشن در نزد الله. و عذاب شدید، الله اینا ذلیل میسازن و هم عذاب شدید میده برشان به مکان و یمکنون به سبب دسایسی که اینا میکردن. این کل گپایشان به خاطر دسیسه هست تا مردم از حق منحرف بسازن. چرا برای ما وحی نمیاد؟ ما بزرگ نیستیم؟ ما مستحق نیستیم؟ آیا برای ما نمیاد؟ نه خیر برادر، حکم الله هست، تسلیم حکم الله باش. اسلام یعنی تسلیمی.
مثل قال بعضی کسا میگن چرا پیغمبر از فارسی زبانان است، چرا پیغمبر تاجک نبوده، چرا پیغمبر پشتون نبوده، چرا پیغمبر فارسی زبان نبوده، چرا پیغمبر فلان نبوده. ما به خاطر از اینکه حکم الله را اطاعت داریم، ما به پیغمبر عربی ایمان داریم، چون الله بر ما اونمو رو تعیین کرده. این هم امتحان است. ما قوم پرست نیستیم، ما زبان پرست نیستیم، ما پرستش الله را میکنیم، اطاعت از حق و حکم الله میکنیم. الله وقتی که بر ما پیغمبر تعیین کرد ما تسلیم هستیم، آمنا و سلمنا. 14 الله متعال میگه برای کسی هدایت میده که سینهش باز میکنه، و کسی که الله گمراه میسازه سینهش تنگ میسازه. انسان های مؤمن موحد وقتی که برش قرآن میخونی قلبش باز میشه، خوشحال میشه. امروز درس که داشت شب کوشش میکنه کاش که خفتن هم درس باشه، اگر خفتن درس باشه میگه صبح کاش باز درس شروع شود، کاش که می درس بعد از رمضان هم باشه من اشتراک بکنم. این صفات انسان‌های مؤمن موحد است. اما انسان‌های بیدین که از 5 دقیقه که از دین گپ بزنی دلش تنگ میشه. و ایره الله بیان میکنه که یعنی شما خفه نشین، کس حق قبول میکنه یا نمیکنه بگذارینش، شما حق بیان بکنین تا که بر از اینا اقامه حجت شود. این که باز قبول نکرد قبول نکنه. فمن یرید الله ان یهدیه، کسی را که الله اراده بکنه که هدایتش بکنه، یشرح صدره للاسلام، سینهش بر قبولی اسلام باز میکنه. آجل که دین برش رسید قبول میشه. امیال بسیاری کسات در غرب در اینجا سائل کردن که مجرد بر شب دین گفته میشه آجل کلمه میخوانه. و ما یرید ان یضله، و هر کسی که الله اراده کنه که این گمراه بسازن، یجعل صدره ضیقا، سینهش تنگ میباشه. در مقابل وقتی که درس توحید میتی از اون چشمایش معلوم میشه، حرکاتش، چهرهش معلوم میشه بسیار بد سیل میکنه، حرجا در حالت دلتنگی میباشه. کانما یصعد فی السما، مثل که در آسمان بالا میشه. یکی از معجزات علمی قرآن است که علما میگن. میگه این رسول الله صلی الله علیه و سلم از این چی خبر بود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و یک پیغمبر امی و ناخوان که وقتی انسان به طرف بالا آسمان بالا میشه، چون اونجا اکسیژن کم شدن میره، بالاخره انسان چی میشه؟ وقتی که اکسیژن کم شد انسان مبتلا به چی میشه؟ نفس تنگی میشه. این الله میفهمید، الله خالق کائنات است، میفهمید، در کلام خود ایره گفته است. از این خاطر بسیاری کسا میاد قرآن که میخوانه میگه اوه این مسئله به طرف آسمان بالا رفتن و اکسیژن کم شدن این خود یک حکم است که الله متعال وقتی که در قرآن گفته پس این کلام الله است. چرا در 14 15 قرن قبل بشریت کجا از اکسیژن و از وقتی که انسان بالا میره و اکسیژن کم شده میره و انسان سیش تنگ شده میره از این چی خبر داشتن؟ که انما یصعد فی السما كذلك یجعل الله الرجس. اینی قسم میگه پلیتی را علی الذین لا یؤمنون، بالای کسایی میگردانه که اونا ایمان ندارن. لهم دار السلام عند ربهم و هذا صراط ربک مستقیما، میگه اینی راه رب تو راه مستقیم است. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، میگه ما دلائل خدا، آیات خدا تفصیلی بیان کردیم برای کسانی که اونا پند بگیرن. برای از اینا چی هست؟ لهم دار السلام، برای از اینا دار السلام هست، یعنی جایی که سلامتی هست، یعنی جنت عند ربهم، به نزد پروردگارشان. و هو ولیهم، الله دوست از اینا هستن بما کانوا یعملون، به سبب آنچه که عمل میکردن. 15 جزای دشمنی با توحید، کسایی که با توحید دشمنی میکنن الله متعال میگه و یوم یحشرهم جمیعا، روزی که تمام از اینا را حشر میکنن. یا معشر الجن قد استكثرتم من الانس، بر جنها گفته میشه که جنهای شیطانی شما بسیار از این انسان ها گرفتین. و قال اولیاؤهم من الانس، و دوستای از اینا باز از انسان ها چی میگه؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض، میگه بعضی ما از بعض دیگه ما بسیار احکام گرفتیم، بسیار لذت بردیم. و بلغنا اجلنا الذی، میگه ما ای پروردگار ما از بعض دیگر سود فایده بردیم و رسیدیم به مو اجلی که بر ما شده بود. قال یا الله امو اجلی که تو بر ما او رو تعیین کرده بودی. قال الله متعال میگه النار مثواکم، آتش دوزخ جایگاه شما از خالدین فیها، همیشه داری میباشم. الا ماشاء الله، مگر کسی که الله خواسته باشن. ان ربک، یقین رب تو که است، حکیم، حکم کننده و قضاوت کننده عادلانه و با حکمت است، و علیم، بسیار عالم هست. و كذلك نولی بعض الظالمین بعضا، بعد میگه الله متعال میگه اینی قسم بعضی ظالمان
بالای بعض ظالمای دیگه همنشین و دوست میگردن به ما کان یکسبون به سبب آنچه که کسب کردیم. یا معشر الجن و الانس، اینجا باز بر از اینا گفته میشه که ای جن ها و انسان ها، الم یأتیکم رسول منکم، آیا برای شما پیغمبری از میان خودتان نامده بود، یقصون علیکم آیاتی، که برای شما بیان میکردن احکام مرا، و ینذرونکم، و شما را میترساندن لقاء یومکم هذا، از ملاقات ایروز. قالوا وازینا میگن شهدنا علی انفسهم، ما بالای نفس خود شهادت میدیم که بله آمده بودن، لکن وغرتهم الحیات الدنیا، سر خود میگن که ما را مغرور ساخت. چی؟ اینا را مغرور چی ساخته بود؟ زندگی دنیا. و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین، خودشان بالای نفسای خود شهادت میدن که اینا کافر بودن. ذلک ان لم یکن ربک، این به خاطر ازی است که رب تو، پروردگار تو، لم یکن، این قسم نیست، رب تو که مهلک القرى بظلم، که یک قریه را هلاک به ظلم بکنه، بلکه بر از این قریه پیغمبر میفرسته، بر از این احکام میفرسته، باز هلاکشان میکنه و اهلها غافلون، اهلش غافل باشن. نه، بلکه بر از اینا پیغمبر میفرسته، دعوتگرا را میفرسته، دین میفرسته. ولکل درجات مما عملوا، برای هر کس مطابق عملش درجه ها و رتبه ها است. و ما ربک بغافل عما یعملون، و الله بی‌خبر نیست از آن چیزی که اینا عمل میکنن. 16 هم صفات الله بیان میشه. و ربک الغنی، حالی که تو مثلا مشرکین به حق دعوت کردی، برشان بفهمن که الله غنی هست، محتاج مخلوقات نیست، کس اطاعت بکنه یا نکنه محتاج الله نیست. ذو رحمت، الله غنی صاحب رحمت است. ان یشاء یذهبکم، اگر بخواد شما را میبره، و یستخلف من بعدکم ما یشاء، و به عوض شما کسایی را میاره که خواسته باشه. کما انشأکم، مثل که شما را همین قسم خلقت من ذریت قوم آخرین، از اولادای قوم دیگه. انما توعدون لآت، مگر آن چیزی که بر شما وعده داده میشه و آمدنی هست. و ما انتم بمعجزین، و شما عاجز کرده نمیتونین الله را که بالای شما روز قیامت نبیاره. هفتمین نقطه برای مشرکان خطاب میکنه که با حال خود باشن و خواهند دید که عاقبت پیروزی از کی هست. مشرکان میگه شما و قل یا قوم، بگو برشان ای قوم، اعملوا علی مکانتکم، به مو امکاناتی که شما دارین، هر امکاناتی که شما دارین عمل بکنین، اینی عامل، من هم عمل میکنم. فسوف تعلمون، اینا رو شما سود است که بدانین، من تکون له عاقبت الدار، که عاقبت برای کی هست عاقبت دار. انه لا یفلح الظالمون، ظالما یقینا که الله کامیاب نمیسازن ظالما را. شما هم منتظر باشید، ما هم منتظر، شما هم عمل بکنیم، ما هم عمل میکنیم، بالاخره باز معلوم میشه که کی ظالم است و کی برای درست و حق هست.